اگه با مشکل سفت شدن پا مواجه هستید، یعنی نصف شبا از درد پا از خواب بیدار میشید یا احساس میکنید عضلات پاتون گرفته یا عضلات بدنتون گرفته، نگران نباشید. این سه تا غذا بهترین حالتی هستن که میتونن به شما کمک بکنن. سلام و درود، امیدوارم هر جا که هستید جور و صحتمند باشید. امروز میخوام بهتون بهترین روش، بهترین غذاهایی رو بگم که به درد عضلات بدنتون شدیداً کمک میکنه. پس منو به دوستاتون معرفی بکنید. لایک ویدیو یادتون نره که یه حمایت خیلی کوچیک از بنده میشه. خیلی از سالمندامون یا خیلی از جوونهامون با این مشکلات عضله دست و پنجه نرم میکنن و این دلیلی نداره جز زندگی غلط و سبک غذای نامناسبی که دارن استفاده میکنن. عزیزان، من بهتون 3 تا غذا معرفی میکنم و بهتون میگم فایده هاش چیه و چطور میشه استفاده کرد. در طول هفته این نکات رو رعایت بکنید و مشکلتون شدیداً حل میشه. پاهایی که سفت و عضلانی هستن بابت این 3 تا غذایی هستش که مصرف میکنن و استخون بندی ها رو سفت میکنه. غذای اول نخوده. نخود از قدیم چه در داخل ایران و چه در تپای یونان مورد توجه زیادی قرار گرفته. مثلا ابن سینا گفته چون نخود گرم و خشکه باعث تقویت مفاصل میشه، باعث گرم شدن بدن میشه و موجب تقویت پا میشه. اگه مقالات جدید رو بررسی کرده باشید میگن نخود به دلیل اینکه کلسیم زیادی داره باعث تقویت بدن میشه. فسفر زیادی داره و پروتئین گیاهی طبیعی داره. همین امر موجب تقویت عضلات پاها و بدن میشه و عضلات ما رو به شدت قوی میکنه. حتما از نخود استفاده بکنید. بهترین چیزم به نظر من حلیم نخود هستش، چون هم روغن مقوی داره، هم میتونید اونو استفاده بکنید روی عضلاتتون که باعث تقویت بدنتون بشه. هفته 3 بار میتونید از آب نخود استفاده بکنید، چون یبوست هم درمان میکنه و خیلی به درمان سیستم بدن به شدت کمک میکنه. دومین چیزی که میتونید مصرف بکنید به نظر من تخم مرغ هستش. تخم مرغ سرشار از ویتامین دی هستش. تخم مرغ چون یه پروتئینه و منابع ضروری رو داخلش داره و در طب سنتی ایرانی هم اومده که میتونه به درد مفاصل هم کمک بکنه و به شدت عضلات رو قوی بکنه. در سالمندامون اگه توجه بکنید ویتامین دی بدنشون به شدت پایینه و ضعف استخون دارن و بدنشون به شدت ضعیفه. به همین دلیله که شبا پا درد میگیرن و از خواب پا میشن. زرده تخم مرغ سرشار از ویتامین دی هستش و شما میتونید ویتامین دی بدنتون رو از تخم مرغ به دست بیارید. البته یه نکته خیلی مهمی هم داره که کنار اون میتونید از مکمل ها هم استفاده بکنید، مثل خوردن ماهی، مثل نور آفتاب، روغن حیوانی، لبنیات غنی شده. در کنار اینا میتونید از تخم مرغ استفاده بکنید که ویتامین های بدنتون رو تکمیل بکنه و مشکلات بدنمون که خیلی ضعیف هستن رو حل بکنه. یه ویتامین دیگه ای هستش که تو سالمندان ما بسیار به شدت پایینه که اونم ویتامین B12 که خیلی جالبه بدونید که تخم مرغ سرشار از ویتامینه که حتی شامل ویتامین B12 هم میشه که میتونه بدن ما را سرشار از ویتامین B12 بکنه و به تقویت بدن کمک بکنه. اینجور نیستش که هر روز بعد تخم مرغ مصرف کنید، نه، این یه روش خیلی غلطیه. من میخوام بهتون روش درستش رو بهتون بگم. عزیزان، توی طب سنتی ایران گفته باید هفته 3 بار تخم مرغ مصرف بکنید و از زرده عسلی تخم مرغ استفاده بکنید. این تخم مرغ باعث افزایش سیستم بدنی انسان میشه، مفاصل رو تقویت میکنه و عضلات بدن ما رو به شدت قوی میکنه و پا رو از اون سفتی راحت میکنه و شما میتونید تقویتش بکنید. دیگه شبا مشکل نداریم، برای پیاده روی دیگه هیچ مشکلی نداریم، میتونید راحت پیاده روی بکنید. پس هفته 3 بار تخم مرغ رو مصرف بکنید که میتونه یه جایگزین خوبی هم واسه گوشت باشه، چون هضم گوشت برای بعضی از سالمندهامون واقعا سخته و میتونه تخم مرغ بهترین گزینه باشه. اما کسایی که مشکل کلیوی دارن حتما باید قبل از این حرکت با یه دکتر مشورت بکنن. به نظر من توصیه یه پزشک بهترین حالتیه که میتونید استفادهش بکنید. خب قبل از اینکه سومین خوراکی رو بهتون معرفی بکنم، امیدوارم تا اینجای ویدیو رو تماشا کرده باشید. لایک ویدیو رو بزنید، منو به دوستاتون معرفی بکنید تا سومین خوراکی که واقعا معجزه‌ام میکنن رو بهتون بگم. عزیزان، یکی از قدم هایی که شما باید بردارید تغییر مزاجه، یعنی تغییر تغذیه باید مناسب مزاج بدن شما باشه. ما اینجا
خوراکی مختلفی رو معرفی میکنیم که برای بعضیا واقعا مناسب هستش و مشکلات خیلی ها رو حل میکنه. اما قبل از این باید مزاج بدن خودتون رو قابل توجه بدونید و باید به اون بررسیش بکنید که آیا فایده داره یا نداره. مثال تخم مرغ خیلی گرمه، برای کسایی که واقعا گرم مزاج هستن شاید هفته یک بار هم کافی باشه و خیلی مفید باشه واسه شون و اینو باید بر اساس بدن خودتون اندازه‌گیری بکنید و این خیلی نکته مهمی هستش. خب عزیزان، سومین خوراکی که خیلی مفیده موز هستش. موز سرشار از پتاسیمه که در بدن ما صورت میگیره. پتاسیم، سدیم همیشه در جریان هستن، در حال ورود و خروج هستن و پتاسیم بدن ما باید قوی بشه. باید جلوی ضعف اونو بگیریم که دچار ضعف سلولی نشیم، استخوان‌هامون ضعیف نشه، پاهامون ضعیف نشه، شبا پا درد نگیریم. این میتونه 12 نیاز روزانه شما رو برطرف بکنه. اما توصیه من اینه که یک روز در روز بیشتر مصرف نکنید، چون تعداد زیاد موز میتونه باعث شدید شدن یبوست در بدنم بشه. پس عزیزان به شما توصیه میشه یک یا در روز بیشتر استفاده نکنید، تمام ویتامین بدنتون رو برگردونید. از طرف دیگه موز سرشار از منیزیمه. منیزیم برای تقویت عضلات پا به شدت ضروریه و باید از موز برای تامین منیزیم در بدن استفاده بکنید. هر خوراکی که منیزیم داشته باشه برای درمان پاهامون خیلی عالیه و میتونه به شدت مفید باشه. پس از اون خوراکی هم میتونید استفاده بکنید. ما اینجا هستیم نکات خیلی کوچیکی رو میگیم که برای خیلی‌ها شاید همین نکات کوچیک صرف نظری که میتونه ویتامین‌های بدن رو بهشون برسونه، سیستم بدنشون هم حل بکنه که بتونن زندگی بهتر و بدن بهتری داشته باشن. پس منو به دوستاتون معرفی بکنید. اگه شما هم چیزی میدونستید میتونید زیر همین ویدیو برای من کامنت بکنید. دمتون گرم. مثل همیشه خیلی عشقید. شب و روزتون بخیر تا ویدیو بعدی. فعلا.